توی در هتل کرده این قدر قرض سرش آمده که دیگه بیرون گشته نمیتونه بیچاره. توی کده 5 روز اینجا می باشه، روزی ششم باز مجبور است که زندگی را دیگه جای اختیار کنه. باز میگه یا تخت است یا چیسته یا مرگ. همونطور میگن. یا میرسیم در اروپا یا ایست که راستی توسط قاچاقبرا تو همه مایه ها میشیم. این بدبختی ها را کی آورده؟ کی وضع کرده؟ همین گپا را. این قبرها را که ما اینقدر گنبت های قوی قوی جور کردیم، در کدام کتاب است؟ کدام دین است؟ کدام مذهب است؟ چرا جور کردیم و جور کرده رایستیم و پشتش میرویم؟ چرا؟ انهم الف و آباءهم، یا پدرای خدا یافته بودن ضالین گمراه، نه علم داشتن نه سند علمی داشتن. هر چیزی را که پدرای اختراع کرده بود و هم پرستی بود، اونمو را یام پشتش رفتن. جهل و خواهشات این مردم هم وادار برفتن برای ازوا کرده بود، حالان که برشان آمده بود، سند و دلیل آمده بود. ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین، یقینا گمراه شده بود پیش از یا هم اکثریت مردمای پیشین. مردم پیشین هم اینمی قسم به خاطر تابعداری و تقلید کورکورانه از بابا و اجداد خود اینمی قسم گمراه شدن، در حالی که انبیاء علیهم السلام سند و دلیل برشان آورده بود. ولقد ارسلنا فیهم منذرین، ما روان کرده بودیم در بینشان منذرین، بیم دهندگان. از اینمی حالات قیامت و را آگاه کرده بود که ای مردم نکنه اینمی منهج زندگی است، اینی آخرت آمده نیست، شما مسئولیت داره. همینطور در دنیا برای خورد و نوش نامده، زندگی به این سیستم میشه، اینی قسم جنت و دوزخ است، بیان کرده بود. خب او مردم قبول نکرده بود. امروز نامده. امروز زمین قرآن به مردم بیان نمیکنه که رایتان روشتان چیست، خلاف دین است، خلاف سنت رسول الله است. لیکن این مردم نه. فانظر بی مخاطب کیف کان عاقبت المنذرین، چه قسم بود انجام او کسایی که بیم برشان داده شده بود. انبیاء علیهم السلام نصیحت خیلی دلسوزانه کرده بود. منذر او کسی را میگه، نذیر او کسی را میگه که با کمال دلسوزی و شفقت از یک عذاب خطرناک کسی را چی میکنی؟ میترسانی، بیم میدی که نکو، دلت میسوزه سرش. واقعا دل ما سری مردم ما میسوزه. این بیچاره مظلوم سالا دور از علم باقی مانده. افغانستان خو از هر نوع نعمتهای دنیوی و مادی هم همونطور محروم باقی مانده، خو از نعمتهای معنوی هم محروم مانده. کجا بود؟ کدام مرکز قرآن در افغانستان دیده بود؟ در کدام جای ترجمه قرآن میشد؟ در کدام جای درس حدیث روان بود که با چشم سر میدیدیم؟ در کدام جای گروهی که ما را دعوت به سوی دین میکرد دیده بودی؟ نبود. همین مردم بیچاره سالا چی شده؟ سالا محروم باقی مانده، تا اندازه که جنایت یکی میکنه، برادر میکنه، همشیریش به بد میده. این صوبکی هم در رادیو شنیده، بیگام در رادیو شنیده، در ایراد دخترک خود در داده. چرا در داده؟ چی وجه است؟ چرا در بده؟ در حالت خوردی در بدی برادری خود همشیره را داده رایسته. این ملا میره امونجا باز کدام آیات میخونه؟ یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. لعنتی الله سری تو ملا نمیشه که آیت چی مفهوم داره، چی مقصد داره، او تو اینطور نکاح را بسته میکنی. اینو چرا بسته میکنی؟ چه قسم بسته میکنی؟ آیا در دین همینطور است؟ جاهلیت قبل از اسلام آلی فعلا باز آمده؟ نبوتی پیغمبر ختم شده؟ دعوتی پیغمبر ختم شده؟ پیغمبر به خاطر محو کدام رسومات آمده بود؟ کدام چیزا را از بین برد؟ مولای ما امون نکاح را بسته کرده. به نکاح خو برده نمیتونه. خو مولا بسته میکنه. کسی حقوق بشر روی مردما پدر و خسر و ایگا پایش میگیره. اول مولا را بگیره با کدام وجه نکاحش بسته کرده؟ اول مولا را بگی. حکومت هم بیچاره گرفته نمیتونه. چرا گرفته نمیتونه؟ مولا را حکومت هم گفته میگه دختر بچه که جور شد خلاص است دیگه، خلاص است. خودشان راه ها را سری خود بند کرده. اینی حالات است. این دین است. یا باز روز قیامت به الله جواب میده. همین دین است، همین قانون اسلام است. قرآن همین قانون بیان کرده که هر دختر بچه جوان با هم توافق کردن بروه دیگه، حیثیت پدر و مادر و گپا گرفته نشوه. اونجا پیغمبر اسلام چی میگه؟ ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل است نکاحش. او یا میگه نه جور شد. قانون قرآن و حدیث پیغمبر اینطور میگه یا اینطور میگه؟ الله رحم بکنه. الا عباد الله المخلصین. بله
از این تقلیدای کورکورانه، از این امی نعوذ بالله رسما و رواجای کمر شکن، از این انحرافات و بدبختی، از این جهالت ها کدام طایفه مسئول است؟ الا عباد الله المخلصین، بجز از بندگانی که واقعا مخلص است، کسانی که نه جهل، نه وسوسه شیطانی، نه سر و صدای مردم، نه چیست اعمال ما حول محیط سرش تاثیر نداره، مخلص شده. مخلص خودت در درجه رسانده که حالی اگر مردم هر چیز میکنه خوی رای خودت تعقیب میکنه. اینی را میگه مخلص. مخلص جور شدن گپ عادی نیست. چرا مخلص جور شدن قدم خلاف تمام رسومات قوم گذاشتن است. قوم یک طرف روان، تو دیگه طرف روان. این را مخلص میگه. اینی مردم است که وای تو کورکورانه حرکت نمیکنن. چرا این کار میکنی؟ والا پدرای ما کدالی مام چی کنیم؟ نه، پدریم اگر کاری خوب کده به سر و چشم، موافق قرآن کده به سر و چشم. از همون خاطر پشت سر واقعی ابراهیم خلیل الله را برای ما میاره که مسلمان اگر تو واقعا ملت ابراهیم خلیل الله هستی، ابراهیم خلیل الله تقلید پدری خدا نکرده، تقلید قومی خدا نکرده، یک نفر مبارزه کرده، تو مبارزه کن. ولقد نادینا نوح فلنعم المجیبون. الله برای ما میگه مخلص کیست؟ نوح علیه السلام. چرا؟ خلاف آن چیزی که کل قوم عمل میکنه. چهره های 5 تن از اولیای کرام نعوذ بالله مجسمه جور کرده، برای ازوا سجده میکنه. نوح علیه السلام منع میکنه که نکنی، شرک است. لیکن مردم میگن نه، این بزرگای دین بودن یا خیلی پیشتاز بودن پیش الله، ما که اینجا عبادت ازیره میکنیم به خاطری که یا خیلی نازدانه بودن در پیش الله، سفارش ما را میکنه. امروز هم همون گپ است. همین بزرگای دین ما گرفتیم برای خود نعوذ بالله معبود جور کردیم، سجده کرده روان هستیم. وقتی که برشان میگی چی میگه؟ یا نازدانه هستن. تو بیار سندی نازدانه گیره، تو بیار در کدام آیت قرآن است که فلانی نازدانه است؟ تو بیار اموره در کدام حدیث پیغمبر است؟ چرا سری الله هم دروغ جور میکنی، سری پیغمبر الله هم دروغ جور میکنی، سری ولی الله هم دروغ جور میکنی؟ ولی الله تو را گفته که بیا اینجا سجده کو، در قبرش طواف کو، گنبد سرش جور کو، خاکیش بخو، سنگیش در جان بمون، ټوټه شده گردن کو. کدام ولی برات گفته بکش یک سند اگر واقعا ولی باشه؟ کلشان هم دنیا را بزنه، اگر سند پیش کرد نمیتونه. نوح علیه السلام مقابله میکنه. ولقد نادانا نوح، یقینا آواز داد، فریاد کرد، دعا کرد نوح علیه السلام. فلنعم المجیبون، خیلی بهتر اجابت کننده بود. یعنی خیلی فلنعم المجیبون، اجابت کننده دعاست. ما الله تبارک و تعالی میگه یعنی دعایش قبول کردیم. نوح علیه السلام دعاهای متنوع کرده. در دیگه آیات‌های قرآن کریم میگه رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب انی مغلوب فانتصر. دیگه دعاها هم کرده. و نجیناه، نجات دادم نوح علیه السلام و اهله و اهل ازور من الکرب العظیم، از غم خیلی بزرگ. و غم کدام بود؟ مردم مکمل فرا گرفته بود شرک و آره. نوح علیه السلام علی امر به جور کردن کشتی میکنه و جهان یک دم آب بالا میشه. در این حالت طوفانی در یک کشتی نجات دادن این معجزه است. الله تبارک و تعالی واره نجات میده. اشاره میکنه که سعی کنه. دو نکته را برای ما درس میگه. یک نکته است که نوح علیه السلام تابع قوم نشوده، مطابق قوم عمل نکرده، به منهج قوم رفتن نکرده، بلکه اعلان مخالفت کرده. دوم، آیا یک آدم در این قدر حول محیط گنده و فاسد نجات پیدا کرده میتونه؟ قرآن برات میگه بله. دنیا را مکمل آب گرفته، لیکن کشتی نوح علیه السلام سالم باقی میمانه. چرا؟ از تدابیر کار گرفته، از عقل خود کار گرفته. او کاری را کرده که الله برش فرمان داده بود. الله که کدام فرمان داده بود کشتی بود، او نجات میابه. تو اگر به منهج الله روان شدی که برات فرمان داده، باز دیگه اگر هر قدر محیط فاسد باشه الله برات نجات میده. و جعلنا ذریته هم الباقین، ما گردانیدیم اولاد نوح علیه السلام یا باقی مانده در این دنیا. 3 اولاد از نوح علیه السلام سام حام یافس از پیشش باقی ماند. کل دنیا نفوسش از اونم 3 اولاد نوح علیه السلام است. از خاطر روی آدم ثانی میگه، چرا دیگه انسان ها دیگه باقی نمانده بود. و ترکنا علیه فی الاخرین، ما گذاشتیم علیه ثنای جمیله، مدح و صفت خوبه بالای نوح علیه السلام فی الاخرین، در قومای آینده. امروز هم ما و شما نوح علیه السلام به کمال مدح یاد میکنیم. چرا یاد میکنیم؟ به خاطر از اینکه مبارزه کرده. مبارزه قطعی کی کرده؟ آن چیزی که قوم انجام میداد نوح علیه السلام قطعش مقابله کرد، گفت نمیپذیرم.
سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی باشه از طرف الله تبارک و تعالی بالای نوح علیه السلام فی العالمین، در تمام مخلوقات، در بین مخلوقات از طرف الله سلامتی بالای نوح علیه السلام آمده. چرا؟ از پیروی کفر و شرک الله تبارک و تعالی نگاه کرد شه، از تقلید بابا و اجداد نگاه کرد شه، از اینکه غرق شه قطع مردم از این الله نگاه کرد شه. انا كذلك نجزي المحسنین، یقینا ما اینطورام نیست که مخصوص به یک فرد باشه این نجات دادن. الله میگه این همی قسم که نوح علیه السلام ما نجات دادیم، نجزی المحسنین، ما عوض میدیم، پاداش میدیم هر محسنه. محسن کسایی که عملش خالص به خاطر رضای الله تبارک و تعالی باشه و به نقشه که پیغمبر آورده به مو عمل بکنه، اینی را محسن میگه. هر کس که راه الله را و نقشه پیغمبر محکم در زندگی خود میگیره الله نجات میده. او ملوث نمیشه، او همیشه پابندی چی را رسم و رواج پدر و بابا و اجداد خود نمیکنه. چرا؟ او پیروی از نظام الله و به طریقه پیغمبر رسول الله میکنه، اونو را میکنه. اینی را محسن میگه. الله وعدهش است که نجات میده، واقعا همونطور است. انه من عبادنا المؤمنین، یقینا نوح علیه السلام از جمله بندگان ما بود که بالکل تصدیق کننده نظام ما بود. نوح علیه السلام پیغمبر بود، نگویی که او یک چیزی داشت ذاتا البته مکمل قدر قدرت و قوت داشت، نه، الله او را نگاه کرده بود و بندگی کی را کرده؟ الله. کدام مقام که حاصل کرده از بندگی است. ثم اغرقنا الاخرین، بعد از ما غرق کردیم دیگران را. و این من شیعته، یقینا از پیروان از او، یعنی از جماعت و دل نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام است. اشاره میکنن انبیا علیهم السلام شاگردان یک مکتب است، کلشان فقط دعوت به توحید داده، یک قسم مبارزه داره، یک قسم عمل کرد و کردار داره. ابراهیم خلیل الله در بین مردمی میاد که یک دم بت پرست است، ستاره پرست است. حالی چی کنه؟ پدرش همینطور است. دیگه خود چی میکنی؟ ابراهیم خلیل الله تسلیم شوه به قوم، به عمل قوم، به کردار قوم، به رواج قوم تسلیم شوه که الله قطعا نه. الله بصیرت برش نصیب کرده. درس بگی دیگه. حالی ما شما خدا خوردی خدا می اعتراف کرده بودیم با ملت کیستی؟ ابراهیم خلیل الله. دروغ چرا میگیم؟ ملت ابراهیمی طور است. ملت ابراهیم اول مخالفت قطع پدر شروع کرده، بعد از او قطع کل دولت شروع کرده. ابراهیم شخصی است که تیار آماده شده به یکی در آتش بیفته خود نظری مردم نپذیره. یک نفر است. ما با چشم سر میبینیم، با چشم سر درختای محض است مردم گمراه کرده، میخوردش زده رئیس میگه دندانم خوب میشه، درخت عرق کرده نمیتونیم. ولی ابراهیم خلیل الله بتخانه بزرگ مذهبی قوم خدا یک دم کلای بتا را میپراند. تو ابراهیم شدن، ابراهیم شدن خود گپ یادی نیست. ما و تو یک کسی کشته شده در لب سرک، سنقاله سرش جور کرده، یک دانه چیست رخته کرده سری چوبک میمانه، سرک تنگ کرده، چقدر مفاسد داره، همون دور کرده نمیتونیم. سری خونی نجس بگوی قابل تعظیم و قابل تقدیس او را جور کرده، امیر دور کرده نمیتونیم. باز میگیم به ملت کیستیم؟ واقعا به ملت ابراهیم محمد ابن عبدالوهاب بود. محمد ابن عبدالوهاب او مبارزه کرد برادر، امو طریقه را زنده کرد. جایی که مردم نعوذ بالله او را جای طواف جور کرده بود چپا کرد شه، نمانشه. آرام است. در عربستان هیچ گپی نیست. نه زن میگه که در فلانی زیارت میرم، نه میگه که از فلانی زیارت برای من قدی و بند بیار. هیچ چیز وجود نداره. هر چیز عقیده توحید الله است، اعتماد سری الله تبارک و تعالی است. حالی شناختی که محمد ابن عبدالوهاب کی بود؟ او کدام مذهب نداره، او کدام طریقه نداره که ما پشتش روان باشیم حالی مردم ما را وهابی بگوین. ما الحمدلله قرآن و حدیث داریم. ما تابعداری دیگه کسا را نمیکنیم از افراد و اشخاص. ما تابعداری کتاب الله و سنت رسول الله را میکنیم. بله، عمل هر عالم که موافق سنت رسول الله بود قابل ستایش است، قابل قبول است. اما دیدی قدر می نگریم، این عملش قابل قدر است. دیگه گپای شما چی کنیم که داره نداره برای ما چی مربوط است؟ ها؟ خوی کار کرده. چرا؟ کاری است که قرآن امور میگه. ابراهیم خلیل الله چی کرده؟ از جاء ربه بقلب سلیم، در آن وقتی که آمد به پروردگار خود بقلب سلیم، به قلبی که مکمل پاک است، مخلص است، اخلاص داره در دعوت، سلیم است، اجن و شبه شک در قلبش را نداره، عقیده توحید الله در قلبش مکمل پخته است، آنقدر عقیدش پخته شده که هیچ نوع تمایل، هیچ نوع طمع در طرف دیگه نداره.
مائل از تمام معبودا به یک الله تبارک و تعالی. قلب پخته شده، این میره پختگی میگه. عقیده توحید پخته شدن اینی را میگه. سلیم، قلب سلیم امیر میگه. شبهه در قلبت نگرده. اگر نیکی رفتی کفتری شاید و شمشیره علیه رحمه را گرفتی ولی یک چیزی برم نرسه و یک چیز مریض نشو، بس موحد نیستی. شک و شبهه در قلبت باز پیدا نشوه. عقیده داشته باشی که عزت دهنده ذلت دهنده کیست؟ میراننده زنده کننده کیست؟ تکلیف رساننده یا دور کننده کیست؟ الله هست. قرآن همی درس ها را برای ما میده. اینی عقیده توحید الله است. لیکن تا وقتی که شبهه ها در دل ما تو میشه باز قلب سلیم نیست. از قال لابیه و قومی، از کجا شروع میکنه دعوته؟ از پدر، از قوم، نزدیک اقارب خود. یک نفر است، کل ما حول محیط گنده و فاسد است. دیگه نظر داره، دیگه راه داره، دیگه منهج داره، دیگه دین داره. یک ابراهیم خلیل الله چی میکنه؟ از قال لابیه، قابل یادآوری است، به خط زرین و طلایی باید نوشته شود سخنان ابراهیم خلیل الله. چرا؟ در آن وقتی که با پدری خود میگه و قومی، به قوم خود میگه ماذا تعبدون، چی چیز عبادت میکنه؟ دلایلی که بالکل ساده و بسیط است. ادناترین شخص یک کمی فکر کنه میفهمه. چی چیزا پرستش میکنه؟ الله اکبر. چی چیزا؟ سنگی تراشده خودیتانه، چوبی تراشده خودیتانه، خودیتان ازی رنگ برش داده، صورت برش داده، این پرست. خالقی لا یزال بیبی، خالقی کائنات، رب مخلوقات بیبی و ایره بیبی. الله اکبر. افکن آلهتن، آیا با دروغ معبودا دون الله، بغیر از الله تریدون، شما اراده کردی؟ یعنی غیر از الله دیگه کدام معبود است که با دروغ شما اراده کردی که را پرستش میکنی؟ کو کی معبود کی را میگه؟ الله اکبر. حالی شما را چی شد؟ الله میگه فما ظنکم برب العالمین، چیست گمان شما به پروردگار مخلوقات؟ او پروردگاری که کل مخلوقات او تربیت کرده، رزق داده، او را حیات بخشیده، او را هدایت کرده، تمام وظایفش، او را فراموش کنی و به این چیزای ساختگی خود چی بکنی؟ عاجزی بکنی. نعوذ بالله. طلب کنی حاجتیتانه. قرآن دلیل ابراهیم خلیل الله دلیلی است که بالکل در قلب انسان امیتور تاثیر میکنه که هیچ پرسان نکن. راست میگه. الله را گذاشتیم آواز میدیم به یک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه که در بغداد است، بنده عاجز، آوازی تا میشنوه، مشکلی تا حل میکنه. یا سخی صاحب یا حسین رضی الله عنه میگیم کی کدام آوازی تا میشنوه؟ دیگهش باز ایره چی میکنه؟ دوره دوزی میکنه. میگه ایره به طریق استقلال آواز نمیده، سفارشی مقرر میکنه. چی میگه؟ خو امیره میشنوه یا نه؟ از تو سوال دارم. امی سخنی تا میشنوه، آوازی تا میشنوه یا نه؟ نه موبایل است نه کدام چیزی دیگه، بلا واسطه میشنوه نه؟ امیره یک سوال مجبور است یا بگویی که میشنوه یا نمیشنوه. اگر بگویی نمیشنوه خب چرا آواز میدی؟ خب بیفایده شد. کاری عبث مسلمان نمیکنه بیفایده را. اگر نیکی میگی میشنوه خب با الله برابر کردی. الله هم بی اسباب و وسایل میشنوه و تو ایرم نعوذ بالله می صفت ثابت کردی. شرک چی را میگه؟ شرک شاخ نداره، یعنی شرک است. ابراهیم خلیل الله چقدر دلیل مقنع را میگه. باز چی میگه؟ فنظر نظرة فی النجوم. بله میله مذهبی است. در یک جای جمع میشه، در پیش بتای خود انواع طعاما را آورده و مانده گذاشته. ابراهیم خلیل الله را دعوت میده. چرا؟ این جوانی خود دعوتگر بود در بین مرد. جوانای دعوتگری ما در بین مردم معلوم است یا نه؟ اینطور میگه اینی هم یک کمی وابیگک شده. میگن نمیگن، همینطور میگه. او خود شناخته میشه. اول امیر دعوت دادن ابراهیم تو بیا که در مجلس ما تو را ببرم. تو نه، تو ما را بد میگی، بیا که در مجلس ببرم. در مجلس که شما را ببره باز چیسته؟ ارمونه او طرف است، تبله او طرف. یک نفر در لاسپیکر میگه، باز دیگه شروع میشه. ای چی است؟ ای چی است؟ ای سماع است. ای چی است؟ یک عالم بدبخت در یک مجلس از ابوبکر رضی الله عنه چی میکنه؟ نقل میکنه که پیغمبر علیه السلام دید که یک دم پای زد، یک دم رقص کرد. نعوذ بالله. الله اکبر. و عالمی بدبخت چرای تهمتای غلط در شان ابوبکر رضی الله عنه و شخصیت ها بسته میکنی؟ میایه ایوب علیه السلام هم واقعیش اینجا میایه یا از او دلیل میگیره؟ میگه الله برای ایوب علیه السلام گفت که کوری پای تا بزن،
میگه این مراد رقص کردن است، رقص کردن. نعوذ بالله. این تحریفات در قرآن، تحریفات در آیتایی که بالکل هیچ احتمالی چی را نداره. عجیب گپاست. صرف برای ازی این رقصی چی است؟ مولاناست، جایز است. رقص باشه خودی تو میگی رقص است و باز میگی جایز است. عجیب. هر دو کلمه یک جای شده میتونه؟ هر دو کلمه چطور یک جای شود؟ نه، رقص مولاناست جایز است. خب قرآن کریم بر ما میگه فنظر نظرة فی النجوم، نظر کرد ابراهیم خلیل الله یک نظر در ستاره ها. چرا نظر کرد؟ این توریه عملی میگه. در زمان ازوا قوم ابراهیم خلیل الله عقیده داشت که هم سرنوشت زندگی متعلق به چی داره؟ به ستاره ها داره. امروز هم همین بدبختای جادوگرا و همین مردمایی که نعوذ بالله کاهن است در سرای سرک نشسته است یا یک دانه غرفگه که به خود چی کرده؟ اختصاص داده، لوحه ها را نوشته کرده نجومی و که ما چون فلان برات میگم من ستاره تصحیح کردم. دوجه معوامی ما تالی را عقیده را داره که هر انسان ستاره در کجا داره؟ در آسمان. این غلط گپ است. کی گفت؟ این از کجا ثابت شده؟ این عقیده نمی کاهن است. تو را فریب میده. باز چی برات میگه؟ ستاره تصحیح کردم بسیار خیره شده. فکرت باشه سرت یک چیز شده، سرت یک چیز شده. خوب تو باش ما ببینم. باز بعد از او دیدن شروع میکنه میگه الله اکبر بسیار طالع دار بودی بسیار. چرا تو خطا میشی؟ اگه امروز نمی آمد دیگه پیت خلاص بود. امروز اونجا ما میگیم چیستا؟ آمنت بالله و ملائکته تا آخرش والقدر خیره و شره من الله تعالی. اونجا اینطور میگیم. اینجا کاهن اینطور ما را گیر کرده که پرسان نکو، خود شور دادالی نمیتونه. ستاره تصحیح کردم. ستاره ها او وقت هم ستاره ها بود. ابراهیم خلیل الله چطور کنه که از یا خدا خطا بده و هدف خیلی ارزشناکی خدا در ثمر برسانه؟ نظر کرد یک نظر طرف آسمان. چرا نظر کرد؟ مفسرین احتمالات مختلف نوشته میگن. یک نظر به این کرد که شما بدبختای قدر بدبخت هستی، اینقدر اجرام سماوی را، اینقدر نشانه های قدرت الله را مشاهده میکنی، الله را نمیشناسی. و ذاتی که دمی تاریکی شب اتوره ستاره های گوناگون نورانی را و یک آمنه دو آمنه به میلیون ها در نظرت مشاهده میشه. الله دمی فضای تاریکی تو ستاره ها را گذاشته، هنوزم الله را نمیشناسی. خالق امی امو رب ماست، خالق امی امو الله ماست. از این خاطر نظر کرد. دوم نه توریه عملی کرد. توریه عملی چی مانا؟ یا اینطور فکر کردن که این ده ستاره ها نظر کرد معلوم کرد حالات آینده خدا که آینده برای من چی پیش میشه. گفت که اینی چیسته؟ فقال اینی سقیم. و این از ستاره معلوم کرد مریضی خدا، از خاطر این مریض میشه. و هم همینطور کارا را میکردن نعوذ بالله، در حالی که ابراهیم خلیل الله عقیده نداشت. خب به خاطر از اینکه یا از نرفتن ابراهیم خلیل الله چی نشون، در تشویش نفتن، شک نکنه علی ابراهیم خلیل الله، این کار کرد. فقال گفت اینی سقیم، ما مریض هستم. از او خاطر ما مریض هستم یا ما مریض میشم. ابراهیم خلیل الله اینی سقیم گفته. یک تعداد مفسرین میگه دروغ ده همچون موقع جایز است، چرا که هدف ارزشناک داشت، میده کردن بوتا بود. لیکن بعضی قائل به است که این دروغ نیست. ایرا میگه توریه قولی است. توریه قولی ایرا میگه سخنی که تو میگی تو یک مطلب از پیش بگیری، مخاطبت دیگه مطلب از پیش بگیره و این بالکل جایز است. ابراهیم خلیل الله در دیگه جای هم توریه کرده بود. در مورد چی؟ هاجره رضی الله عنها که سیاستش بود، گفتی همشیریم است. در دین خو همشیریش بود. چرا؟ در دین اسلام غیر ابراهیم خلیل الله سیاستش دیگه کس مسلمان هم نبود در زمان. از او خاطر اونجا او توریه را کرده، نجات داد امو سیاست خدا از نعوذ بالله از تعرض پاچای ظالم. اینجا ما میتور توریه کرد. ما مریض هستم. سقیمون معنیش نیست که فی الحال مریض هستم. من مریض میشم. هر انسان در معرض چی قرار داره؟ مریضی قرار داره. یک وقت از اوقاتی میشه مریض میشه. منظورشی بود که ما اینجا مریض میشم یک وقت، او مردم از پیش گرفت که امیالی شاید چی باشه؟ مریض باشه. یک آدم برات بگویه نان خوردی؟ تو گفتی خوردم. تو مراد دیدیست که دین روز خوردی، امروز نه. او میگه که البته امیالی خوردی. ایره توریه عملی میگه. ابو بکر رضی الله عنه قتی پیغمبر علیه السلام که در هجرت برآمدن، یک نفر در میروی آمد. پیغمبر علیه السلام نمیشناخت، ابو بکر رضی الله عنه میشناخت. گفتی کیست؟ ابو بکر رضی الله عنه ایران ماند. اگر راست بگویه افشا میشن، اگر دروغ بگویه گناه هست.
ایران ماند. الله تبارک و تعالی در قلبش انداخت، گفت رجل یهدی للسبیل، شخصی است که مرا راه نشان میده. اون مردکه فکر کرد که را بلد است، همین راه چی را برش نشان میده؟ راه شهر، راه قریه را. او منظوری ابوبکر رضی الله عنه چی بود؟ شخصی است که برای من راه حق نشان داده رایسته.